تیم نورسانی تو 17 ساله تاجیکستان بازی دوم دوستانه خود را مقابل همسالان خویش از فدراسیون روسیه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر نمودند. قابل قید است که بازی اول این دو تیم با حساب مساوی 2-2 به انجام رسیده بود و در بازی دوم شاگردان یوسف ربیوف با حساب مینیمالی حریفان خویش را شکست دادند. در دهه دوم مسرور غفورов بعد پاسی عالی هم تیمش در داخل جریمه‌گاه پنالتی کار کرد. قاعده بازی را مقابل او دروازه‌بان روسا ویران نمود. مسرور غفورov حملگر تیم منتخب نورسانی تاجیکستان توانست این امکانیت عالی گلزنی را با باوری تمام استفاده نموده سرخپوشان تاجیک را به پیش برآورد. بعدا تا به تنفس برآمدن صاحبان میدان گل نوبتی را زدند. یکی از فعالترین بازیگری رقابت حاجی عبدالمنان در دقیقه 38 مؤلف گل دوم نورسانی تاجیک گردید. در قسم دوم روس‌ها با میدان برآوردن 4 بازیگر تازه نفس امکانات زیادی گلزنی را سازمان دادن گرفتند. ماتوی ایوانوف به تنهایی توانست تفاوت گل‌ها را در دیدار به 1 عدد برساند. بعد از این گل نورسانی تاجیک بارها امکان رخنه کردن دروازه روس‌ها را داشتند ولی حملگران در نقطه نهایی گذاشتن دچار مشکلی می‌شدند. بعدا یوسف ربیوف خط دفاع را قوی گرداند و آنها توانستند تا پایان بازی نتیجه را به سود تاجیکستان نگه دارند. دیدار مذکور با حساب 2-1 به پایان رسید. همکنون پگاه 21 نوامبر یکشینی تا 15 ساله تاجیکستان بازی دوم دوستانه خود را مقابل روسا دایر می‌کنند. چه خودتان دیدتون بازی خیلی جالب گذشت. یکم تایم بازی ما گفتیم که گل سر ندیم. بچه‌ها ایجاد کردن گفتگوی ما که یکم تایم گل سر ندیم دو تا گل زدیم. دوم تایم از جهت جسمانی ما کمتر باید دادیم. دسته روسیه دسته خیلی بقوت است. از جهت جسمانی هم گویم از جهت قد و بست هم برای همین دوم تایم ما بسیارتر در دفاع بازی کردیم.